لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. واقعاً برادران عزیز، دانشجویان محترم، وقتی که من میبینم که شما دوستان و سروران در عالم غربت یک خیمه همچون تأسیس کردید و عزاداری امام حسین میکنید، من واقعا لذت میبرم و چند دقیقه پیش همین فکر میکردم که موضوع امشب بنده چه باشه. یک جا رسیدم، به اینجا رسیدم که امام حسین علیه السلام چقدر در دلهای مردم جا گرفته است. اصلا حاکم است در قلوب مؤمنین و هر چیزی که از امام حسین منسوب بشود چقدر با عزت می شود. شما چون هندوستان هستید، یک نکته برای شما عرض می کنم که وقتی از اینجا رفتید به همشهریان خودتون حتما این نکته بگویید که امام حسین میدونید یک لفظ هست، یک کلمه هست، یک ورد هست که به سبب امام حسین خیلی با عزت شده، عزیز شده و اون کلمه شهید است. شهید اگرچه لفظ عربی هست، اما در زبان فارسی و در زبان اردو این کلمه استفاده می شود. یک کلمه فقط کلمه شهید هست. شما میدونید که در هندوستان زبان رسمی کلاً 13 تا زبان رسمی هست که همه کلمات چیز مختلف مشترک نیست، اما کلاً اگر حساب کنید چند صد زبان هست در هندوستان، اما اون زبانی که به رسمیت شناخته شده. زبان هندی زبان رسمی هندوستانه. زبان اردو معمولاً مسلمان هستن که حرف میزنن، زبان اردو. زبان هندی که بین المللی هست میدونید، زبان انگلیسی. اما
हर ज़बाने हिंदी के भाषा हिंदी में ज़बान हिंदुस्तानी कलमात उर्दू या अरबी या फारसी नुकता खیلی ظریف خیلی خوبه. از کردن شما چون دانشجو هستید ما میخوایم که یک چیزی برای شما به طور هدیه بدیم. این نکته همه جا نمیتونیم بخونیم. یک لفظ هست که اگر که لفظ عربی هست اون کلمه شهیده، اما بخاطر شهادت امام حسین این کلمه شهید اینقدر عزیز شده که در 13 زبان هندی با عنوان همون معنی که در زبان فارسی، عربی و اردو هست استفاده می شود. چرا؟ شما دقت کردید آقایون؟ چرا اینجوری شده؟ ببینید یک کلمه هست، یک لفظی هست که مقصود به یک ملت، به یک مذهب هست. مثلا نبی و امام در مذهب ما ارزش داره. نبی امام ما دیگه قبول داریم، اما یک مسیحی نبی و امام رو قبول نداره، اعتراض نمیکنه. یا مثلا در هندوستان در مذهب اهل هندو مثلا بھگوان، ऋषि، मुनि این کلمات مثلا خیلی عزیزه، اما در اصطلاح ما در زبان ما مسلمان ها در هندوستان هم بھگوان یا ऋषि، मुनि، اوتار، دیوتا این کلمات خیلی ارزش نداره چون مخصوص شد به اونها. همینطور مثلا در مسیح بین مسیح یا گاد هست و سنت گاد مثلا اینجوری. اما یک کلمه فقط هست، اونم کلمه شهید هست که بین تمام مذاهب این با ارزشه، این عزیز این کلمه. شما وقتی تلویزیون هند را روشن میکنید و مثلا فرض فرمایید یک ارتشی در مثلا مرز هندو پاکستان کشته می شود، اونها نمی گویند که مثلا فلانی کشته شد، بلکه می گویند شهید شد. چرا؟ چرا که با قول اونها این محافظ وطن ما بود، برای حفاظت وطن ما رفت، جان خودش را داد، اما چون در راه یک امر خیلی عظیم جان خودش را داد، این شد شهید. اونا هم شهید میگویند. خیلی عجیبه ها. چرا که امام حسین این کلمه شهادت را خیلی بالا برده، خیلی عزیز شد کلمه شهادت بخاطر امام حسین علیه السلام. لفظ حسین نکته دومی خبر بکنم، زود تمام بکنم که از حاجی آقای دانا هم ما استفاده میکنیم. یک داستان حاجی آقای دانا بیشتر خیلی قشنگ نقل کردن و اون این بود که اهل بیت مخصوص مسلمان ها نیستن، یعنی مسلمان ها فکر نکنن که مثلا حضرت علی فقط مال ما است، امام حسین فقط مال ما است، امام رضا فقط مال ما است. من موقعی که در سال 1363 عمر رفته بودم برای درس خوندم، اون موقع اکثرا در روزنامه‌های کیهان و جمهوری اسلامی میخوندم که در حرم امام رضا یک مسیحی، یک کلیمی یا غیر مسلم میرود و از امام رضا علیه السلام میخواهد، دعا میکنه
و دعای او مستجاب می شود. چرا که اینها نعوذ بالله بخیل نیستند، اینها سخی هستند. یکی از صفات پروردگار که جواد هست. میدونید جواد معنیش چیه؟ جواد یعنی سخی. و اهل بیت علیهم السلام مظهر صفات خدا هستند. خدا قادر هست، اما قدرت خدا را اهل بیت نشان میدهند. خدا عالم هست، اما خدا خودش نمیاد. مثلا من یک چیزی به شما عرض میکنم که یک شخص، من اگر اینجا همینجوری بیام و ساکت بشینم، شما نمیدونید که من عالم هستم یا عالم نیستم. اما وقتی که انسان میخواهد صحبت بکنه، از صحبت مشخص میشود. نکته خیلی عجیبه. ببینید آقا که علم یک انسان از دو راه ظاهر می شود. یک از زبان و دوم آقا بگید دوم از قلم. از زبان و از قلم. اهل بیت علم خدا را از زبان ظاهر کردن و قرآن کریم علم خدا را از کتاب ظاهر کرد. یعنی ما علم خدا را یا از اهل بیت گرفتیم یا از قرآن گرفتیم. پس ببینید آقا اینا اهل بیت علیهم السلام چی هستن؟ سخی هستن. سخاوت ما و با اهل بیت میدونی فرقش چیه؟ ما هم سخاوت میکنیم، ما هم به کسی یک چیزی میدهیم و اهل بیت، اما فرق بین اهل بیت و ما این است که ما به دوستان خودمون میدیم، اما اهل بیت به دیگران هم عطا میکنن. شرط این است که اونها بروند. آقای کامال از دانشجویان اونه هستن، 2 نفر از دانشجویان غیر مسلم و غیر شیعه را آوردن اینجا. اینها هم در جمع شما هستن دوستان که از کشور اروپایی و امریکا و بله 2 تا کشور هستن که الان بخاطر امام حسین آمدن. چون امام حسین عرض کردن که فقط مال بابام نیست، برای همه هست. ما خوشحال هستیم و ویلکم و خوشامد میگیم به خدمت این دو عزیز که نان مسلم هستند اما امام حسین را دوست دارند. شما الان در هندوستان در کشورهای مختلف برید، همه جا غیر مسلم امام حسین را احترام میکنه. چرا که امام حسین فقط برای اسلام وارد نکنید آقا سامان. امام حسین فقط برای اسلام جان خودش را نداد، بلکه برای تحفظ و حفاظت انسانیت و بشریت جان خودش را داده. پس اگر انسان واقعا بشر هست، واقعا انسان هست، حیوان نیست، انسان واقعی هست، یعنی در دل قلب انسانیت، در سینه او قلب انسانیت هست، باید از امام حسین تقدیر و تشکر بکنی که اگر امام حسین در مقابل یزید بلند نمیشد، قیام نمیکرد، ما در حقیقت فقط آدمی بودیم اما آدمیت نداشتیم. ما فقط انسان بودیم اما بدون انسانیت. امام حسین آمد، این تاج اشرفیت که بر سر ما خدا گذاشته بود، همین تاج اشرفیت را حفاظت کرد امام حسین علیه السلام. پس عزیزان بدانید که این کلمه حسین یکی از روحانیون بزرگ و شخصیت خیلی بزرگ یک نکته جالب گفتن درباره
امام حسین همین نقطه آخر بنده هست. میگن که حسین از حسن گرفته شده. حسن یعنی زیبایی. حسین تصغیر حسن که حسین هست. یعنی ایشون میخواد بگن، ایشون گفتن که من خلاصه عرض میکنم که لفظ حسن و لفظ حسین این عربی هست و در زمانی که امام حسین به دنیا آمدن و قبل از امام حسین این کلمه حسن و حسین بر زبان عرب جاری می شد، اما با عنوان اینکه یک کلمه عربی هست، نه به عنوان اسم و نام یک نفر. مطلب را گرفته دارم؟ یعنی لفظ حسن بود اما بدون اینکه اسمی یک شخص و یک انسان باشه. حسین اونا استعمال میکردن اما بدون اینکه اسم یک نفر باشه. ایشون میگه هیچ کس متوجه نشد که این کلمه را به نامگذاری بکنه برای فرزند خودش. چرا که خدا این فکر را از انسان سلب کرده بود. کسی حق نداشت که به بچه خودش حسن بگه، حسین بگه. این فقط برای فرزند فاطمه بود. که وقتی اسم گذاری شد برای امام حسن و امام حسین علیه السلام، بعدن دیگه دوستان امام حسین، محبان امام حسین دیگه بچه های خودشون را حسن و حسین نامگذاری کردن. یعنی در خزانه قدرت، در خزانه علم خدا چه بود؟ این اسم محفوظ بود برای پسران علی و فاطمه. چقدر کلمه حسین عظیم است، چقدر کلمه حسین عظیمه. من به شما عرض کنم که وقتی حضرت آدم روح خدا در مجسمه زمین شد، فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، وقتی فرشتگان سجده کردند، بعد از سجده فرشتگان یک نوع خیلی آهسته مخفیانه گفتند که خدایا ما هم میتونیم خلیفه شما باشیم. خدا چی میگه؟ که انی عالم ما لا تعلمون. بعدن چکار میکنه؟ یک طرف انوار پنجتن و یک طرف اسماء پنجتن. کار فرشته و آدم این بود که این اسم را و این نور مطابقت بدهند، اما اونا نتوانستند. حضرت آدم، نوبت حضرت آدم که رسید، حضرت آدم گفت این اسم و این نور محمد، این نور علی هست، این نور فاطمه هست، این نور حسن است. وقتی میخواد اسم حسین بر زبان جاری بکنه، در روایتداری و نامنویسی نویسه که متأثر می شود. میگه خدا من میخواهم که اسم حسین بر زبان جاری بکنم، اما دل ما شکست، متأثر می شدم، منقلب شد دل ما. بعدم خدا میگه آدم درسته، اونی که شد واقعا درست شده. چرا که این حسین بعدم داستان و فاجعه کربلا را برای حضرت آدم نقل میکنه. من از این داستان فقط این نتیجه میتونم بگیرم که اولین روزخوان جهان خدا بود و اولین سامع حضرت آدم بوده. خدا در حقیقت ذاکر حسین هست و حضرت آدم سامع هست. ایشون شنونده بود. چقدر حسین عزیزه که وقتی که زندگی حضرت آدم شروع می شود با روضه‌خوانی
کربلا و فاجعه کربلا شروع شده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم